وینسترول یکی از مخربترین داروها برای کبد هستش. امروز میخوام در مورد وینسترول صحبت کنم، اینکه چه عوارض و چه فوایدی میتونه واسه ما داشته باشه. ببینید، وینسترول دارویی که خواص آنابولیکی بالایی داره. یعنی چی؟ یعنی عضله به شما میده با کیفیت، با چگالی، بدون ارتباط آب و املاح. یعنی این استروئید تبدیل به استروژن نمیشه، فعالیت آروماتاز نداره. همونجوری گفتم واسه کبد خیلی سمیه، یعنی بیشترین عوارضی که وینسترول داره روی کبده. حتما باید وقتی که مصرفش میکنی، البته توصیه نمیکنم که مصرف کنی، حالا به هر دلیلی مصرف میکنی اینو میگم یاد باشه و انجام بده. چون برای کبد خیلی سمیه، از گیاه سیلیمارین یا همون لیف 52، اورسوفار و امگا 3 سعی کن که استفاده کنی برای کاهش عوارضش. عوارض دیگه هم داره مثل بقیه استروئیدها، کاهش فعالیت بیضه، ریزش مو، ولی خب چیزش روی کبده، یعنی فشار بیشترش روی کبده و سمیت کبدی میتونه واسه شما استفاده کنی. یه جمع‌بندی در کل، استروئید مصرف نکن. اگه خواستی مصرف کنی ببین بیشترین عوارضش روی چیه و با سری داروها اونو کنترل بکن. موفق باشی.